من هم به این خانه حق دارم. اکا اگر این خانه به سه تقسیم کنیم کتکی مرغ می شود. تو در اونجا خانه داری ما در اینجا به ما زندگی کنیم. چرا خونه تقسیم نکرده به ملول زندگی کردن نمیتونید؟ دکتر حال پدرم چخن است؟ بعد از گرفتن ثبت برخی دل معین شد که پدرتان به سکته دل گرفتار شدند. عین حال حالتشان وزنی حسابیده میشد. بعد از گذراندن تشخیص‌های علاوگی باز حالتشان را به شما میفهمانیم. اکا برآمده استید. دابا رستم چی؟ حاضر میایم. حالی پدر وزین شده است. این داروها رو زودتر بیارید. حالی پدرمون چه هست؟ کمتر صبر کنید، بعد از تشخیص پر معاین می شود. خب خب احمد چی است؟ بچه ها به فکر من دیگر بیهوده دارو خریدن معنی نداره. پدر زندگیشو نکردم. کپت دوست به فکرم دیگر سیان نمیشه. خرجات که بیهوده چی در کن؟ شما چی گفتین سودید؟ خودتون میفهمید؟ شما عقل دارید یا نه؟ دهنت پوش. هیچ کس از تو چیزی نپرسیده است. از من پرسیدن شرط نیست. این مرد پدری من هم هست. اگر به شما پدر لازم نباشد به من لازم است. قدرت خریدن دارو نداشته باشید من خودم میخرم. تو کی شدی که اینجا آمده برآمد میکنی؟ همین قدر وقت برای نگاه بین در کجا بودی؟ اکنون این روز آمده صاحبی پدر شده و کارهای ما دخالت نکن. گوش کنید. هر دی شما دیوانه شدید. حاضر چی گفته سودید میفهمید؟ تو هم دهنت پوش. میدانید چی؟ شما میخواهید یا نمیخواهید حقیقت همین خیلی میماند. پدری ما یک است و من برادر شما. تو هیچگاه برادری ما نبودی و هیچگاه نمیشوی. فراموش نکن. دیدی؟ انیق مقصدش میراست. ای لعنت.